مسجد حاجی حسین آقا فخریه در بالادست میدان منیریه از سال 1312 تا امروز که چیزی نزدیک به 93 سال میگذره این مسجد باشکوه پابرجام، معماری نجیب ایرانی با هشتی ورودی مسجد و امضای استاد حسین لرزاده بر روی سقفی که مشاهده می‌فرمایید. 7 کاسه معلق با یک کاسه در میان اون به نام نامی حضرت سام الحجج. محراب این مسجد استهلاک نداره. به چه معنا؟ 7 خرداد تا 24 تیر کعبه مقدس چنان آفتاب عمود میتابه که دارای سایه نیست. اساتید بزرگ معماری ما محراب رو بر روی این دو روز به سمت قبله میگرفتند. نمازگزاران بتوانند بدون اینکه زاویه بگیرند به سمت جنوب غربی به راحتی بتونن طاعت خدا رو به جا بیارن.